توی سیستم‌های سرمایه‌شی یخچالا ساید بای سایدا شما حالا اینور موتور که می‌بینید اینورش هم اصلا کندانسورشه. این کندانسور یه فنی داره، نگاه کنید پروانه‌ش هم داره میچرخه. وقتی این پروانه گردش میکنه و میخواد بادو بزنه سمت موتور، خنکش موتور یه سری گرد و غبار رو جمع میکنه توی این قسمت کندانسور، توی این شبکه ها پر گرد و غبار میشه. الان این سمتش رو ببینید، مثلا اینجاها این گرد و غبارها باعث میشه که عملکرد دستگاه رو پیدا کنه. یه موقعی که خیلی زیاد بشه هم به موتور آسیب میزنه، هم دیگه سرمایش یخچال به اندازه کافی نیست و عمر این قطعاتی که توی این قسمت ها هستن، مخصوصا برد اینورتر رو توی دستگاه جی ای جنرال وایتاس ماوه کم میکنه. پس بهتره که هر سال یا 6 ماه یک بار یا جارو برقی بکشین خودتون با سلیقه با یه دستمال تمیزش کنین.